عمرها رفته ایستاده است، اما صحیفه های اعمال پر از گناه، آلوده و سیاهی از گناه است. از این دنیای کشاد و فراخ باز به سوی خانه تنگ و تاریک لحد رفته ایستادیم. یک بار هوشیار شوید. آیا گمان میکنید که روزهای گذشته عمر شما باز می آید؟ آیا باور دارید که بعد از این مرگ دیگر زنده شدن نیست؟ آیا یقین دارید که این حیات همیشگی است و شما رفتن ندارید؟ نه. قسم به خدا که روز مرگ شما را از اینجا میبرد. قسم به خدا که روز مرگ شما را از همسرای زیباتان جدا میکند، از فرزندای خوشرو دل رباتان جدا میسازد. اصل بخشی بگوین فرزندان دل بندد، بگردن کودکانت در بدر امروز یا فردا. 3 روز از پای در پای جنازی جوانهای 30 ساله و 35 ساله میخوانم. طفلکای 5 ساله و 6 ساله بالای تابوت اشک میریزند. این از حال دنیا. آره، بعد از مرگ باز زنده گردانده میشوید و برای این حیاتی دادگی صاحب حیات از شما میپرسد که بندگی او رو کردید یا نه. هر قدمی که در این روی زمین میزنید و هر منزلی که حاضر میشوید، اونها روز قیامت بالای شما شاهده میتیند. همون خدایی که من تو رو زبان داد و گویا کرد، همون خدا فردا پاها من زبان میتید. او درختایی که در بیخ او نشسته گناه کرده اونها رو گویا میسازد، بالای من تو شاهدی میدهند. وای به حال من تعبیر. هیهات.